اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس 26 ادغام متقاربین. الان من از تجوید نو برای شما درس میفهمم ان شاء الله. ادغام متقاربین اگر دو حرفی هم در مخرج و هم در صفت نزدیک یک جا جمع شوند، یکمی ساکن و دومی حرکت دار باشد، یکمی را به دومی داخل کنند که آن مخصوص دو گروه حرفا می باشد. یعنی اگر حرفی که هم در مخرج و هم در صفت نزدیک یک جا جمع شد و اولش ساکن و دومش حرکت دار باشد، یکمی را در دوم داخل کنند که این مقصد ادغام متقاربین مخصوص دو گروه حرف ها می باشد. یعنی اول گروه اول لام و را، مثال وقتی که لام ساکن باشد بعد حرف لام حرف را آید، را حرکت دارد، در اینجا لامی ساکن را با رای حرکت دار دخول میکنند و لامی ساکن خوانده نمیشد و را با تشدید خوانده میشد. یعنی قر ربی قر ربی. این بود گروه اول. این هم گروه دوم، حرف قاف و حرف کاف. یعنی قاف ساکن است، بعد از حرف قاف حرف کاف حرکت دارد، در اینجا چی می شود؟ همین قاف ساکن دار با کاف حرکت دار دخول می شود، قاف خوانده نمی شود و کاف با تشدید خوانده می شود. یعنی الم نخلقکم، الم نخلقکم، یعنی قاف خوانده نمی شود و کاف با تشدید خوانده می شود در اینجا، زیرا اینکه قاف با کاف دخول می شود. و در اینجا لام خوانده نمی شود، را با تشدید خوانده می شود، زیرا اینکه لام با را دخول می شود، لام خوانده نمی شود، را با تشدید خوانده می شود. این هم ادغام متقاربین. انشالله امید دارم که درس را فهمیده باشید. جزاک الله خیرا و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.